همراه فامیل آمدین به زیارت؟ بله همراه فامیل آمدیم، دوستا زیاد هستن. خب بسیار خوب، هم به زیارت و هم به تفریح. خب بله. باز چطور است از دیگه ولایات هم میاین مثلا از میاین زیاد مردم از بامی. این بهترین سرآغاز سال است که با یک جای مقدس کل آل مومنین خدا. هموطنان نازنین سلام وقتتان بخیر، امیدوار هستم هر جای از دنیا که هستین صحت سلامت باشین و 16مین روز ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. هموطنان نازنین طوری که شما میبینین امروز ما آمدیم در کارت سخی شهر کابل هستیم و شما هم با این نما و با این ساختمان آشنا هستین و ما هم صحبت‌هایی می داشته باشیم با هموطنان نازنین ما که اینجا به خاطر تفریح و زیارت میآیند. بیشتر و بیشتر صحبت ها می داشته باشیم و شما همچنان میفهمین که این مکانی که ما امروز اینجا حضور داریم یک مکان تاریخی است که نمایندگی از کلتور، عنعنات و رسم و رواج های ما مردم افغانستان هست و با دیدن این برنامه شما میتونین که با کلتور مردم افغانستان بیشتر و بیشتر آشنا شوین. پس بیننده برنامه باشین و برنامه را تعقیب کنین. بیننده های عزیز، طوری که شما میبینین ما هم میریم داخل زیارت شریف و بیشتر صحبت های می داشته باشیم و ای که امروز در کارت سخی هموطنای ما چگونه حال احوالی دارن بیشتر صحبت ها می داشته باشیم. شما هم بیننده برنامه باشین و برنامه را تعقیب کنین. ما هم میریم داخل زیارت. دوستان نازنین، طوری که شما مشاهده کردین داخل زیارت وقتی که ما آمدیم اینجا دو سالن وجود داره. یکی سالن زنانه جدا هست و همچنان عبادتگاه مردانه جدا هست و ای که خانما سالن دیگه ای دارن به خاطر زیارت کردن و ما آمدیم اول داخل زیارتی که مردا اینجا میاین و زیارت میکنن و حالا ما داخل زیارت میریم و میبینیم که جوقه هموطنای نازنین ما اینجا میاین و زیارت میکنن و همچنان شما مشاهده کردین که نمایی که
حضرت علی رضی الله تعالی عنه است و جای پنجی از او همچنان در داخل زیارت هست که یعنی اینجا بسیار یک جای مقدس و جای بسیار آرام بخش است که هموطنای نازنین ما اینجا میآیند و زیارت میکنند. ما هم حالا میریم به سالن زنانه و ببینیم که اونجا چی جریان داره و شما هم برنامه را تعقیب کنین. هموطنان نازنین، طوری که شما مشاهده کردین و ما هم چنان گفتیم که اینجا زنها جداگانه میرن زیارت میکنن و مردا جداگانه، سالوناشان جدا هست و یا عقب مرا که شما مشاهده میکنین خانما میرن و اینجا زیارت میکنن، چون همین جایی که اینا زیارت میکنن جای جداگانه است و از مردا هم جدا هست. این سالن مربوط به خانما میشه و همچنان بیشتر هموطنای نازنین ما اینجا آمدین به خاطر زیارت کردن و چون این زیارت یکی از مکانهای بسیار مقدس است به همه ما مردم و ای که خانمان میتونند بیاین زیارت کنند و آقایان هم میتونند بیاین زیارت کنند و بسیار یک جای زیبا و تاریخی هم هست که شما در جریان برنامه بخشای دیگه اینجا را شما مشاهده خواهد کردین. هموطنان نازنین، ما هم صحبت می داشته باشیم با یکی از کسایی که همینجا آمده و زیارت میکنه، بیشتر با خودشان صحبت میکنیم. باش کی طرف استاد شیم که اینجا قبرستان. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ سلام به شما و بیننده های عزیزتان و تشکر از برنامه زیبایتان که آمدین در زیارت سخی و از زیارت کنندهای حضرت مولای علی علیه السلام بازدید کردین و ازشون مصاحبه میگیرین. ما خیلی خوشحال هستیم که سلامت باشی. اسمتون؟ محمد رضا هستم، از ولایت غزنی آمدم. خودت از ولایت غزنی آمدی؟ بله. به زیارت کردن؟ به زیارت کردن آمدیم. خب همراه فامیل آمدی یا تنها؟ یک مریض داشتم، مریض خود که آوردم اینجا برای شفاعت، انشالله که شفا بده. یعنی اینجا به خاطر شفاعت آوردینش؟ بله. جای خوب و تاریخی هم است. خدا رو شکر که ما میتونیم در دولت خود یک جایی داریم، یک زیارتی داریم. خیلی هم خوشحال هستیم. تشکر از دولتی ما که ما را آزادانه میذاره. چقدر خودت احساس آرامش داری وقتی که داخل زیارت آمدی و علاوه از اینکه اینجا بسیار یک جای مقدس است، گشت و گذار هموطنان را دیدی که اینجا میان به خاطر زیارت کردن و اینکه خودت از ولایت غزنی آمدی، چقدر احساس خوشی و آرامش برات رخ داده؟ خیلی احساس خوشی دارم، خیلی احساس آرامش دارم. واقعا خیلی جای زیباست، خیلی جای خوبی است، خیلی یک مکان آرام بخش و خوشایند است برای کل ما. چند بار آمدی خودت به زیارت کردن در می کارت سخی؟ ما در کارت سخی بار چهارم است که آمدم. 2 بار قبلا هم مریض آورده بودیم، الحمدلله شفا یافته. سلامت باشی، زنده باشی، خوش آمدی به کابل. سلامت باشین. تشکر از همشهریای عزیز ما در کابل. سلامت باشی، اوقاتتان بخیر. خب هموطنان نازنین، طوری که شما میبینین مردا و آقایان و خانما اینجا آمدین به خاطر زیارت از ولایات مختلف و همچنان این بسیار یک جای مقدس است و هموطنان نازنین ما اینجا میآیند. بیشتر صحبت می داشته باشیم با 2 خواهر ما که در کنار ما هستند. سلام، وقتت بخیر، خوب هستی؟ سلام، خوب هستم، بخیر، سلامت. اسمتون؟ صدیقه. باشنده کابل هستین؟ بله. خب خودت به خاطر زیارت آمدی اینجا؟ چند بار آمدی خودت به خاطر زیارت کردن به کارت سخی و چقدر احساس آرامش برات رخ داده اینجا؟ اینجا خود زیاد آمدیم. اینجا خوب است، زیارتگاهش جداست، مردانش جداست، زنانش هم جداست. خوب. بله. بر زیارت زیاد آمدیم، یک جای خوب است برای تفریح. هم به زیارت و هم به تفریح. خب. بله. و قبلا علاوه از این به کدام جاهای دیگه هم رفتی که تا سال نو اومده 1430 آخر؟
تا این سال نه. نرفتی؟ نه. فقط همینجا آمدی؟ بله. باز چطور است ای که بعضی از مشکلات میگن است که دختر خانمان نمیتونن گشت گذار کنن، نمیتونن مثلا زیارت برن، پارک برن. نظر خود در این مورد چی است؟ خوب است دیگه، کم سختگیری است اما بازم خوب است. بسیار خوب. زیاد نه. همچنان صحبت میکنیم با خواهر عزیز دیگه. ما سلام، وقت بخیر، خوب هستی؟ زنده باشین. اسمتان؟ نازیه. باشنده کدام ولایت هستین؟ از کابل. خب باشنده کابل هستین. خودتان همراه فامیل آمدین به زیارت یا ای که تنهایی آمدین؟ نه، همراه خواهرم آمدیم. خب همراه خواهرت آمدین. چقدر وقت شد که شما اینجا میایین به زیارت کردن؟ چند سال میشن؟ 18 سال کابل میشم و اینجا میشم میایم به زیارت. باز چطور است از دیگه ولایات هم میاین مثلا؟ از میاین زیاد مردم از بامیان، از مزار، از هر جای میاید اینجا به زیارت. چقدر احساس آرامش برات رخ داده که اینجا در داخل زیارت آمدی و واقعا خوب است، تفریح میشه برای آدم. تفریح میشه. برای دختر خانم محدودیت زیاد است. خب با امید از اینکه محدودیت ها کم شود ان شاء الله بخیر. خب سالن مردانه جدا هست و سالن زنانه جدا هست و چقدر خودت از این روند خرسند هستی؟ واقعا یک روند خوبی است، میتونه هر کسی داخل زیارت بره راحت باشه. و خودت در مورد امی زیارت چه فکر میکنی که چقدر یعنی برات احساس آرامش داده و اینجا آمدی و سال نو است تقریبا و سال نو اینجا آغاز کردی؟ سال نو اینجا آمدیم دیگه، واقعا خوب است، آرامش و احساس خوبی داریم. سلامت باشی، زنده باشی. تشکر. اوقاتت خوش. اینجا رو بخیر خوب. چطور هستی؟ شکر فضل خدا. روزا بخیر سپری میشه؟ بخیر ما این پر برکت و مهر بعد است. امروز آمدین دیگه به زیارت شریف؟ آره امروز به زیارت سخی جان آمدیم بخیر دیگه که آره سال نو بخیر دیگه همینطور. خب خودت باشنده کدام ولایت هستی؟ ولایت چیز بسید میدان وردک. خب کابل زندگی میکنین؟ کابل زندگی میکنم. ما که ماشاءالله طرف میبینیم همراه فامیل آمدین دیگه اینجا. بله سال نو دیگه همینطور آمدیم یک دفعه دیگه. این بهترین سرآغاز سال است که با یک جای مقدس کلی آل مومنین خدای سال نیک مبارک کنه، پر میمنه و برکت و میشه باشد بخیر دیگه. خودت کاکا جان چقدر احساس آرامش داری که وقتی داخل زیارت آمدی و او هم با فامیل؟ خب ان شاء الله دیگه امنیت هست دیگه، چی گپ نیه. خب یک ذره این سالا نفر کم دیگه، یک ذره باره رخصتی فرصتی هست دیگه. خیلی چقدر تفاوت میبینید در چند سال قبل؟ آیا مردم رفت آمدش به زیارت کم شده نشده؟ خیلی 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 دیگه، یعنی یک 10% بایلا مونده دیگه. میگم دیگه وقت دی سال نو اینجا کس جای نمیشد دیگه، ولی سعی کنی یک 10 نفر 20 نفر بایلا است. سلامت باشی، زنده باشی، بخیر باشی. سلام، خوب هستی؟ صحتمند خیریتی؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ صحتمند. سال نوتان تبریک باشه، سال خوب و خوش داشته باشین، همچنان هموطنای ما سال خوب و خوش داشته باشن، در آرامش امنیت انشالله زندگی کنن. خب نامتان باشنده کدام ولایت هستین؟ نام خدا ماشاءالله به جرأتتان. تشکر، زنده باشین. نامم ناهیده است، تخلصم حسینی، اصلا از ولایت میدان وردک هستیم، فعلا در کابل میشین. بسیار خوب. همراه فامیل آمدین به زیارت؟ بله همراه فامیل آمدیم، دوستا زیاد هستن. خب بسیار خوب. چطور سال نو چگونه آغاز کردین؟ خوب بود، سال بعدی نبود. خب بسیار خوب. خودتان همراه فامیل آمدین، چقدر احساس آرامش دارین وقتی که داخل زیارت رفتین؟ احساس بسیار خوشی دارم. امروز خانم بیادر ما آوردیم اینجا به زیارت شریف و بسیار خوب. انشالله امشب هم یک ختم داریم، بعد از اینا سفر دارن پیش رو میرن جایی. خب خداوند به ما سرمنزل مقصود برسانشان. تشکر، سلامت باشید. در اخیر اگه یک پیامت میخوایم داشته باشیم با عنوان پیام سال نو؟ خب آرزوی امنیت، آرامش به تمام هموطنان ما داریم، صلح امنیت باشه، همه در آرامی و امنیت زندگی کنن. سلامت باشی، زنده باشی. امید همه امامی است. همچنان. اوقاتت خوش. همچنان. هموطنان نازنین، طوری که شما مشاهده کردین بسیار کارتی سخی یک جای بسیار تاریخی است که هموطنان عزیز ما از گوشه و کنار افغانستان اینجا میآیند به خاطر زیارت. و همچنان شما مشاهده کردین که اینجا خانم‌ها هم میتونن خوشبختانه بیایند به زیارت شریف و زیارت کنند. شما در عقب میبینین نمایی را که اینجا با تصویر شما مشاهده میکنین. بسیار یک
جای آرام بخش است. واقعا با دیدن هموطنان نازنین ما و در یک فضای آرام که همگی میتونن از فضای اینجا، از آرامش اینجا لذت ببرن، بسیار خوشایند است. و همچنان آرزو داریم که مانند اینجا همه جاها هموطنان نازنین ما بتونن زیارت برن، تفریح کنن و آرامش خود کسب کنن. و ما هم ناگزیر هستیم که برنامه خود در اینجا خاتمه بدیم. برای دیدن بیشتر برنامه های ما چینل یوتیوب سلگروتای ما لایک و سابسکرایب کنید و نظریاتتان با ما شریک بسازین. تا برنامه بعدی که من شمین اجرابی با جمع از همکارانم در خدمت شما قرار میگیریم، همه ایتان به الله پاک و بی‌نیاز امانت میسپاریم. وقت در همه شما خوش.